السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، اگر صدای مرا میشنوید لطفاً در چت یوتیوب بنویسید تا برنامه را آغاز کنیم. سلامت باشید برادر عزیز گرامی که در چت یوتیوب نویسید که هم صدا و هم سیما همه خوب است. برنامه را آغاز بکنیم انشالله. با نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه گفتگو که انشالله گفتگو خواهیم کرد. تماشابینان عزیز، متاسفانه امروز روزی است که شاید وقتی کاری باشد، تابستان، وقتی سیزانگیری، شاید برای همین باشد که دوستان کم وارد شدن. به هر حال من گفتنی هایم را میگویم، کسانی که حالا وارد نشدن امکان دارند که بعدتر تماشا کنند. و من هم امروز نه اونقدر وقتی وسیع دارم، چون امروز باز بجز برنامه هم چند کارهای دیگر هست که باید آنها را هم انجام بدهم. برای همین هم وابسته از آن که دوستان خواهش سخن کردن دارید، وارد میشوید، صحبت میکنید، این برای من خوب است. اما حرفایی که من میخواهم بگویم حتما خواهم گفت و این حرفا را در هیچ جای شما نشنیده اید و نیخترش من در هیچ جای ندیدم و امروز صدا خواهد داد. تماشابینان عزیز گرامی، برنامه امروزه ما مسئله برق است، افسانه برق است و اساسا من همین مسئله برق را خیلی سال هاست که پیگیری میکنم. هر یک خبر، هر یک معلومات را موشکافانه تا جای عقلم میرسیدگی بررسی میکنم و حتما یک خلاصه های خودم را میبرارم. و دیروز وقتی که به این برنامه امروزه من آمادگی میدیدم، الکی متنش را در سایت رسمی پیام تیوی الکی نشر کردم و نامش هم افسانه برق و حقیقت روی آب نام دارد و خلاصه من این شد که در تاجیکستان تقریبا 50-60% برق دزدیده می شود، غیر رسمی، بدون هیچ رسمیات دزدیده می شود. یعنی همین که دزدیدن او برق را به قابچه انداخته یا به یشک بار کرده در انبار خود نگاه نمی دارند، حتما می فروشند. برق میوه نیست، مثل که هر وقت می گفتم، یا یگان میوه خشک نیست یا یگان چیزی نیست که او را به یشک اندازی، به قابچه اندازی، پدول فراری زیر کرده مانی، بعد زمستان کم 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 برآورده بخوری. برق است، استحصال می شود. باید اگر بدزدیدی حتما او را باید بفروشی و این برق را کسی دزدیده نمیتواند مگر اینکه دزدی کلان باشی. تماشابینان عزیز، چنانه که گفتم، تاجیکستان هم از هر کجا میشنویم که کشوری سرشار از ذخیره های گیدرانرژیتیکی است و امروز باشد این کشوری سرشار از ذخیره های گیدرانرژیتیکی برق ندارد، در تابستان برق ندارد. میگفتند که ما فقط زمستان مشکلی برق داریم، چون در تابستان هوا گرم می شود، یخها آب میکشایند، به پایان میفرایند و
دریاهای ما سرشار میشوند، سیراب میشوند و در تابستان ما نه فقط خود را تامین میکنیم بلکه به خارج هم میفروشیم و زمستان ما برق به خارج نمیفروشیم میگفتند. و تماشابینان عزیز گفتند که در سال 2024 همگی 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به خارج فروخته شده است. در یادتان داشته باشید 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به خارج فروخته شده است. از این 1.5 میلیارد کیلووات ساعت به افغانستان، قریبی 1 میلیارد کیلووات ساعت به ازبکستان و تقریبا یک مقدار کمی به قرقیزستان هم برق فروخته می شده است و همگی پیروس مینوس 2.5 میلیارد کیلووات ساعت. در تاجیکستان همین سال 2024 طبق یک رسانه که نشر کرده است، حالا شما ببینین، من همین معلومات ببینین. این معلومات رو من نشر نکردم، این معلومات من نیست، این معلومات یک رسانه معتبر خبر آزیا است. این قرقیزستان است، خبر است. و سال 2024 تاجیکستان 22.5 میلیارد، یعنی 22 از 1427 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق استحصال کرده است. می‌بینید باز این از سال 2023 3% زیادتر، یعنی 567.2 میلیون کیلووات ساعت بیشتر در سال 2024 برق استحصال شده است. از این می‌باید که امید است با وجود اون که خبرها نشر شد که باز امسال چند نیروگاه برق آبی خرد گشوده شد، از این 22 میلیارد کیلووات ساعت نه 22 میلیارد کیلووات ساعت، شاید به 23 میلیارد کیلووات ساعت استحصال برق در سال 2025 میرسد. اما ما حساب میکنیم با همین 22 میلیارد کیلووات ساعت که علاقه رسانه های معتبر گفتند که تاجیکستان همین قدر برق در سال 2024 استحصال کرد. و از روی استاندارد بین المللی تماشابینان عزیز، به هر یک نفر اهالی با شمول زواد و فابریکه ها و یعنی کارگاه و کارخانه ها و مؤسسه های دولتی و بیمارخانه و ادمنستراتور ها، یعنی مرکز های مأموری، با شمولی همین استاندارد بین المللی این است که به سر هر یک کسی، خصوصا در کشورهای آسیا میانه و خصوصا در تاجیکستان که کشوری رو به رشد دست کارخانه کارگاه های زیاد ندارد، از 1,500 تا 2,000 کیلووات ساعت یک نفر برق مصرف میکند از روی استاندارد بین المللی. و اگر گفتیم در تاجیکستان 10 میلیون اهالی هست و همه چی مهاجر چی آدمانی که در خود تاجیکستان دوام سال زندگی میکنن، اگر همه در تاجیکستان هستن، گوییم اهالی تاجیکستان از کودک گهواره کشیده تا پیری یک پایش بگور یک پایش به جنازه 10 میلیون نفر هستیم و همین 10 میلیون نفر همگی 20 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف میکند. یعنی 20 میلیارد کیلووات ساعت برق وجود داشتگی باشد در تاجیکستان به همین 10 میلیون نفر میرسد. اکنون یعنی به 10 میلیون نفر چه خیلی میرسد؟ به 10 میلیون نفر طرز میرسد که یگان قطع برق نباشد، یگان خیلی لیمیت وجود نداشتگی باشد و باز 2.5 میلیارد کیلووات ساعت دیگر برق زیاد میکند. همون برقی که میگویند ما 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق رو فروختیم.
اگر تمام تاجیکستان دوام سال بهار و زمستان به برق تامین باشد باز 2.5 میلیارد کیلووات ساعت دیگه تاجیکستان برق فروشد به تاجیکستان برق میرسد. این من این سایت معتبر بود، این یک سایت بین المللی است. این سایت میگوید که تاجیکستان، من درباره تاجیکستان میرود، من همین گفته ایستاده است که درباره تاجیکستان می نویسد و در همین جا شما کوفته میابین نام چی را گرفته مانه و در اینجا گفته می شود که تماشابینان عزیز یعنی از روی استاندارد بین المللی سر اهالی یعنی سر نفر اهالی 2000 کیلووات ساعت برق مصرف می شود. 2000 کیلووات ساعت. شما نگاه کنید تماشابینان عزیز. حالا بیایید ببینیم تقریبا 2.5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان حالا در خارج قرار دارند، در خارج زندگی میکنند و در تاجیکستان تقریبا 7.5 میلیون نفر اهالی زندگی میکنند. ولی بعضی ها 3 میلیون میگویند مهاجرات در بیرون هستند، بعضی ها 3.5 میلیون میگویند، بعضی ها 50% اهالی تاجیکستان در بیرون است میگویند، چون تقریبا 30-40% خونه ها در و دیوارش بستگی است در تاجیکستان. خب خالی و همون در و دیوارهای کشادگی هم تقریبا نیمی از عضوی عائله در تاجیکستان نیست، در مهاجرت است، همون درهای کشادگی هم. و بیایید این وهمه ها رو یک سو میمونیم، همین کمش رو میگیریم، تقریبا 2.5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان در خارج است، برق استفاده نمی کند، برق استعمال نمی کند. باز اینها کیها هستند؟ تقریبا زیاده از 1 میلیون نفرشان قوه کاری است، یعنی قوه قابل کار است. اینها اگر منطقا نگاه کنیم قوه قابل کاری تاجیکستان را ترک گفتگی هستند. انا همین 1 میلیون نفر هم 25% قوه قابل کاری تاجیکستان محسوب می شود. همین از 2.5 میلیون نفر گفتیم 1.5 میلیون نفرش کودک است و کار نمی کند و همین خیلی، ولی این خیلی ممکن نیست. شاید 1.5 میلیون نفر قوه قابل کار باشند در روسیه، چون که اکثریت فرزنداشون در تاجیکستان پرتافته به کار رفتگی هستند، زن و شوهر به کار رفتگی هستند، فرزند در نزد عمه می ایستد یا خاله می ایستد یا مامه می ایستد، زن و شوهر میرن کار میکنن. همین طور فرض کردیم از همین نفرانی که از همین 2.5 میلیون نفری که در مهاجرت قرار دارد، این سخنگویم 1 میلیون نفرش قوه قابل کار است، یعنی انا همین قوه قابل کاری تاجیکستان رو ترک کرده است. قوه قابل کاری تاجیکستان از روی همون آوازدهی به انتخابات از 18 ساله بالا تقریبا 25%، همین 1 میلیون نفر 25% انتخاب کنندگان رو تشکیل میده، چون که انتخاب کنندگان تقریبا 4 میلیون زیادتر هستند. اکنون همین 25% قوه قابل کار که در روسیه هست در تاجیکستان انا همون یعنی اینهایی که نیستن جای اینها خالی شده است، هم جای کارشان، هم استفاده برقشان، هم مؤسسه کارخانه هایی که باید اینها رو به کار تامین میکرد در کار نیست، یا که بگذار گفته مفلس شده است، از بین رفته است، اسبابش و تکنیکش متلالم شده است، دیگه هر چیزی دیگر اینها بیکار هستند. به اینها مینیموم به 25% قوه قابل کاری تاجیکستان به بیرون از تاجیکستان برای کار برآمده است. از اینجا هم
می شود گفت که 25% استفاده برندگان قوه برق، قوه انرژی در تاجیکستان نیستند. از این هم می شود گفت. حالا مسئله کارگاه و کارخانه های و مؤسسه های دولتی رو پر میکردگی شخص های قوه قابل کار، اینها هم 25% حساب شدن و با همین دلیل ما از این 10 میلیون نفر 25% رو طرح میکنیم، میماند 75% یا 7.5 میلیون نفر شهروند در تاجیکستان. از حساب استاندارد بین المللی اگر سری کسی 2000 کیلووات ساعتی برق استفاده می شدگی باشد، به این وارد می شود همون مؤسسه های تعلیمی، بیمارخانه، کارخانه و کارگاه ها همش استاندارد سری اهالی 2000 کیلووات ساعت برق مصرف می شود و میماند در تاجیکستان 7.5 میلیون نفر. 7.5 میلیون نفر سری کسی 2000 کیلووات ساعتی 15 میلیارد کیلووات ساعت می شود. دقت دید تماشاگران عزیز، 15 میلیارد کیلووات ساعت می شود، یعنی به تمام تاجیکستان برق داده شود، تمام دوام سال برق قطع نشود، یگان خیلی لیمیت نباشد. 15 میلیارد کیلووات ساعت برق به تمام تاجیکستان بدون قطع برق میرسد و میماند باز 7.5 میلیارد کیلووات ساعت اضافگی. تاجیکستان گفته شده است 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق فروختیم، خلاص این 5 میلیارد کیلووات ساعتش کجا شد؟ اینا هم جوشه یافتگی هستند. تقریبا 25.33% برق تاجیکستان در راه تلف می شود. 22% در راه به سوی مردم و تقریبا تا 3% زیادتر، بیشتر یا کمتر تا در همون مرکزهای استحصال برق تلف می شوند و در عموم 25% برق گم می شود در راه، به مردم، به استعمال کننده نرسیده گم می شود. همین 25% گم می شود. اگه شما نگاه کنید 25% در راه گم شدگی، در تلف شدگی از حساب همون مرکزهای برق تقسیم کنی که فرسوده شدگی هستند، از زمان شوروی تا به همین روز 30 سال و 40 سال و 50 سال تعمیر دیدگی نیستند، عوض شدگی نیستند، در اونجاها تلف می شود. و جایی که همین ترانسفورماتورها زیاد کند، ترانسفورماتورهای تاجیکستان به جایی که برق را اقتدار بخشد، برق را زیاد کند و به برق قوه علاوه‌ای بخشد، ترانسفورماتورهای تاجیکستان برق را میخورد، برق را تلف میکند. حالا برای چی ترانسفورماتور نصب میکنید؟ ترانسفورماتورها، همون مرکزهای برق تقسیم کنی، اینها برای چی است؟ یکی از وظیفه هاش این است که همون تلفات برق باید پیشگیری کرده شود. نه در تاجیکستان تلف می شود، برعکس در تاجیکستان به جای اون که همین تلفات پیشگیری کرده شود، با تشکیل مرکزهای تقسیم برق و ترانسفورماتورها و مرکزی ترانسفورماتوری، اینها نه برق تاجیکستان از بین میرد، نابود میشد. 25% از 4.1 برق گم نیست می شود. اگه شما نگاه کنید 22 میلیارد کیلووات ساعت، 2 میلیارد کیلووات ساعت فروختید، آرشتون شود، هیچ کس به دهان نمیگیرد، فروختید تمام. 4.5 میلیارد کیلووات ساعت در راه گم شد، درست است، باز ماند 15.5 میلیارد کیلووات ساعت.
ان همین 15.5 میلیارد کیلووات ساعت شما برق رو فروخته، در راه گم کرده، ترانسفورماتورتون ویران بود، یعنی پوسیده ایستاده بود، فرسوده بود، هر چیزی بالای بدتر بود. لیکن باقی مانده برق به تمام تاجیکستانیان میرسد، به تمام سال میرسد. نه، شما چیکار میکنید؟ 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نه، برق رو زیاد میفروشید. تقریبا 50-60% برق فروخته می شود، از راه دزدی فروخته می شود. همین 2.5 میلیارد کیلووات ساعتش اقرار میکنین، موندگیش کجا شد؟ آخر این میراثی از پدرتون موندگی نیست، مال ملت است. شما مال ملت رو میدزدید، میفروشید. مثال عادیش چند سال پیش رسانه‌ای شده بود که انمین کارخانه استحصالی تالکو که در جنوبی کشور در ترسونزاده در سرحد ازبکستان است، برق را با 3/1 حصه نرخ مردم میگیرد. حالا که طبق قانون کارخانه های استحصالی باید نرخشان از مردم فرق کند، باید قیمتتر پول برق را سپارند. اما شرکت تالکو که یک ارکه چی میگوت اولاد است، این هم با پول ارزان برق را میگیرد، هم پول برق را نمیدهد، از برق قرضدار است. انا همین 34 سال استقلالیت یگان بار از قرض استفاده برق بیرون برآمدگی نیست. از انداز قرضدار است، در عمرش از قرض انداز خلاص شدگی نیست. شرکت تالکو فهمده شدید؟ همین دوام 34 سال مرد باشد یگان مسئولش برآمده گوید که انمی شرکت من از قرض انداز خلاص کردگی بودم، از انداز فلان سال قرضدار نبود. یگان سال از قرض انداز خلاص شدگی نیست، یگان سال از قرض استفاده قوه برق خلاص شدگی نیست. دویم قرضدار. با قرضداری این خیلی یکسوم دوسوم 100,000 و 200,000 نه، میلیارد قرضدار است. میلیاردها سومانی، میلیون ها دلار قرضدار است. و همین درمیت، همین شرکتی که باید کار میکرد و شکمی مردم رو سیر میکرد، مردم رو به جای کار تامین میکرد، برق رو میدزدد، توسط شرکت تالکو برق با ازبکستان میگذارد. میگویند همین حالا تقریبا 40% برق استحصال میکردگی نیروگاه برق آبی نورک به شرکت تالکو انتقال می‌یابد. بزرگترین عین زمان نیروگاه برق آبی تاجیکستان نورک است و نه همین 40% برقش را، یعنی تقریبا نیمی استحصالش را به شرکت تالکو میدهد. و این شرکت تالکو این برق را چکار میکند؟ پخته میخورد، در انبارش زیر میکند، قبچه کرده در یشک ها. نه آخر اینا نمیشود که این خیل کردن. استحصالش دیده ایستاده، یگان فایده دیده ایستاده از ملت. نه آخر پس این برق رو به کجا میبرد؟ برق انتقال مییابد به کشورهای همسایه، غیر رسمی، بدون حساب کتاب انتقال مییابد و فروخته میشود. و از مبلغ فروخته برق دزدیده شده کسی گزارش نمیدهد. انا در همین حال تماشابینان عزیز، ملت بی برق است. میپرسی که برق کجا شد؟ در تابستان میگفتید که برق را زیاد استحصال میکنیم، میگفت هوا بسیار بدی بد گرم آمد.
همه جا خشک شد، آبها خشک شدن، آبانبارها خشک شدن. برای همین در تاجیکستان برق نیست. زمستان چی میگن؟ همه جا یخ کردن، آبها در سرابها یخ کردن، به پایان آب نفرآمد. در رودها آب نیست، در رودخانه ها آب نیست، آبانبارها با آب پر نمی شود، باز برق نیست. هم گرمی به تاجیکستان ضرر دارد، هم خنکی به تاجیکستان ضرر دارد، هم برفش، هم یخش، هم آفتابش، هم ماهتابش تاجیکستان را به چشم بد نگاه میکند. همین ما نمیدونم چی میگوید، گفتی ما اشتی ها، ما ملت تاجیک سینه مادر سخت گزیدگی. وقتی کودکی بی عقل کرده، هیچ نه آفتاب، نه مهتاب، نه شمال، نه باد، نه باران به فایده ما نیست. آفتاب گرم شود، امام علی رحمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفته واهمه میکند، اوی پریخ نمون، نیمش آب شده رفت، هیچی نمون، همش آب شده فرموده رفته شده از مردم. برای حفظ پریخ خواب باید ما چرا اندشیم. تاجیکستان میگوید، وزیر انرژتیک برآمده میگوید که نه، همه جا خشک شده رفتگی، آبانبارها آب ندارد، برای همین برق نیست. اکنون گپ اینش باور میکنیم، گپ اونش باور میکنیم، چیکار میکنی نمیدونی. حالا بعضی نفرها بعد از اون که من مقاله رو نشر کردم دیروز، بعضی نفرها به من برآمده، اوی بی سواد، در زمستان مثل تابستان آب نمی بیاید، تو زمستان هم به تابستان آمیخته کردی. های بسواد، های بسواد، او در تابستان هم همین گپ گفته شدین که در زمستان یخ میکنه، در تابستان گرم شده خشکی میبیاید. همین مابین این کار در کجا است؟ دوستان عزیز، آبانبارهایی که هم در رودخانه ها ساخته میشوند، تقریبا 5 سال 10 سال مانیتورینگ میشوند. این سال آبش چند کوب گذشت، چقدر پایان فرآمد، سال خشکسالی چقدر آب آمد، سال سیرابی چقدر آب آمد، چقدر آب سطحش بلند شد. همه همین ها را 5 سال 10 سال کسی که پیش آب میبندد مانیتورینگ میکند. نوبچه ها رفته، متخصص ها در همونجا خواب میروند پلتکه زده، باد و هوا رو میسنجند، رفتی آب رو میسنجند، متکه میمونن امروز آب چقدر بالا برآمد، فردا چقدر بالا برآمد، بعد به حساب میونه چقدر آب همین سال رفت، سال آینده خشکسالی آمد، با سال آیندهش خشکسالی اومد، در بین 3 سال خشکسالی اومد، بعد سیرابی شد، به حساب میونه چقدر آب اومدنش ممکن، و پیش اینه بسته آبانبار با کدوم اقتدار آب را داشته به حساب میانه سر دادنش ممکن. این چیز 5 سال 10 سال مانیتورینگ می شود. های انصافتان خاک خوردگی ها، مردم فریب میدهید، آب فرامد، آب برآمد، آب این خیل شد، آب اون خیل شد، آب ها پس فرمادگی هستند، برای می کار نمیکنن. های اگر همه این چیز مانیتورینگ نکرده پیش آب علف خورده میبندین. چی معقول که پیش آب میبندین اگر همه این چیز مانیتورینگ نشدگی باشد، حساب میانه آب رو نیافتگی باشید و صرفه‌کارانه پیش آب رو نکشوید. چی علف خورده شما مسئولیت به عهده میگیرید اگر همه این چیز رو صرفم نروید؟ حالا
بگذار چنین باشد. نگاه کنید، با وجودی همه همین بهانه هایشان، حالا برق را به خارج نفروشو، به ملت ده گفته شدیم، همین 2.5 میلیارد کیلووات ساعت فروخته شدگی باشه، 2.5 میلیارد کیلووات ساعت تقریبا 10% زیادتر تا 11% از حساب عمومی استحصال برق فروخته شدن، تقریبا 10% تا 11%. یگان مشکل نیست اگر باقی موندهش برای ملت رفته شدگی باشد. از 22 میلیارد کیلووات ساعت 2.5 میلیارد کیلووات ساعتش برفته است و این تمام اهالی تاجیکستان اگر در خارج از کشور نباشند، در داخل تاجیکستان زندگی کرده شده باشند، همین 2.5 میلیون مهاجری که گفتیم حتی در داخل تاجیکستان باشد، این 20 میلیارد کیلووات ساعت برق برای تاجیکستانیان میرسد. و بگذار ما شما را مسئولان حکومت، مسئولان برق، حکومت دارا، بگذار ما شما را چی کنیم، درک کنیم، گوییم که خیر همین بیچاره ها عقلش فراستش نمیرسد برای همین نوآوری کردن، نوسازی کردن، این تکنیک های فرسوده زمان شوروی را برای عوض کردن، اینا عقل و فراستش نمیرسد، اینا گدا، اینا پول ندارد. خیر هیچ گپ نه، معلش انا 4.5 میلیارد کیلووات ساعت دیگر برق در راه گم شده رفت، باز گم نمیشد. دروغ میگه، نمی 1 میلیارد 500 میلیون کیلووات ساعت گم شد 4.5 میلیارد کیلووات ساعت بشم در دنی احمق است. این 4.5 میلیارد کیلووات ساعت که در راه گم میشده است. شما آبلویش میکنین و مینویسین در راه گم شد. بگذار همین باشد، بگذار همین باشد، همین 4.5 میلیارد کیلووات ساعت پخته خورین، اما موندگیشه بیتین، موندگیشه بیتین. همین 25% در راه تلف میشدگی شما میخورین میدونیم، لیکن بگذار به دوش ملت باشد و بگوید که 6 کره 4 24، یعنی از 4 یک حصه استحصال برق در راه به تقسیم، در راه تقسیم به مردم گم میشده است، به استعمالگران گم میشده است. بگذار چنین باشد و گوید که مثلا گریم یک شبانه روز 24 ساعت است، همین کسوری 25% گم میشدگی ما از شما میبراریم و میگوییم که از ساعت 11 تا 5 سحر برق نمیدهیم. اصلا همین خیل کنین، انصافتون نخواه خورد. اصلا همین خیل کنین، همون نه که میگوین در راه تلف میشود از به حسابی به خاطر تکنیک های فرسوده، همه 25% از گردن مردم مینس کنین و شبانه از ساعت 11 شب تا ساعت 5 سحر مایل از برق قطع کنین، خاموش کنین. میشود کو؟ میشود. چرا نشده ایستاده است؟ اقلا در تابستان، اقلا در تابستان چرا نشده ایستاده است؟ برای اینکه شما دزد و متهمین، شما ظالمین، رنگ شما ظالم در هیچ کجای دنیا نیست. چند همین در سری حکومت بیدگیه، من می استم نام فامیلیش پیشی هنمین خودم می بیارم می نویسم روی کامپیوترم می استاد، همین میگم میبینم که همین پدر داشتگی باشد یا نه، همین فلانی وزیر با پدر کلان شدگی باشد یا نه، مادر دیدگی با مهر مادر دیدگی باشد یا نه، پدر مادر دادر خواهر گفتگی چیز در همین منطق حیاتش وجود داشتگی باشد یا نه. حیران میشه بعضی پدر مادرش دو پا درست آدم ها. اساسا این کاری حرامی زاده است. این کاری آدم سالم در عائله سالم کلان شدگی آدم کارش نه، بس سطح وزیری رفتگی.
تو این حد بیرحم، تو این حد وحشی باشی که با از خونک مرده رفتن ملت راضی باشی و باز راضی باشی که از همین حساب کیسات غفل شود. های ناموسات کجا وقتی که تو به همین لانکروزر ها با کوچه ها میگذاری میدونن که معاشی تو چقدر است، میدونن که همین معاشی منصبی تو چقدر است، موری هم پولت به لانکروزر نمیرسد، شرم نمیداری؟ هم به لانکروزر گذاشتن شرم نمیداری؟ میدونن که همین تو دوزی. های منصبدار لانکروزر سوار، های نگاه کن در قشلاق میری، در چهار طرفت خونه های دبدله ها خوک شریخته ایستاده است. مثلا دو در سه در خونه، در همین بینش دو اتاجه و سه اتاجه تو کاتج میسازی، ویلا میسازی. های شرم نمیداری؟ های مردم میدونه تو چقدر معاش میگیری، همین مردم میدونه تو دزدی، با آنمی شکر را میره بیدشوی دزدی تو. اونی آنمی مردم مکیده تو خونه دار شدگی، ماشین دار شدگی. تو این حد بی‌ناموس هستین، با همین شما خیانتکار نه دیگه رو خیانتکار، شما خواهی نه دیگه رو خواهی. همین بیکو بازار خوجه گپ زنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با اقرار خود رادیوی آزادی اکا شوکت خود یک 10 ساعت پیشتر گویم می برق تاجیک اهالی را از برق گفته متهم میکند به مقدار 1.7 میلیارد تومانی. من همین به حیران که ما برق نمیبینیم و لیکن این قرض از کجا آمدگی؟ من حیران. و پیشکی آمده خانه ساخته پولش گفته میرود، نمیدونم پول از کجا قرض کرده، مردم قرضا کرده ماندن. نگاه برق کنید، تاجیک 1.7 میلیارد تومانی برق تاجیک قرض داد. مردم قرضدار از برق تاجیک. شما یک تصور کنید اکو برق نبوده را آمده پولش میگیرن و میرن. اکو چه خیلی قرض، از کجا این قرض به این مردم آویختن؟ ما همین حیران شدم. اولش میگویند که اینها میگویند که انا همین قرض برق از پیش جمع شده آمدگی است. یعنی از همین صلح‌های جنگ‌های شهروندی از همونجا مردم پول برق رو نمیدادن، پول برق جمع کردن نمیشد، قرض برق از همونجا آمدگی است. لیکن نگاه کنید، همین شرکت برق تاجیک از حساب بودجه تاجیکستان، باز از حساب همین انداز تاجیکستان یک چند مراتبه بخشیده شد و هر یک سال 2 سال یک مراتبه قرضش 300 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون بخشیده می شود. باز یعنی شما نگاه کنید، همین قرض برق تاجیک عفو کردن حکومت مضمونش چی است؟ به همین هم دقت تماشابینان عزیز، این ظلم به سر شما است. وقتی گفته می شود که قرض برق تاجیک از حساب انداز یا اینکه قرضش بخشیده شد، مثلا گریم از برق را از نیروگاه برق آبی نورک میگیرد و شرکت برق تاجیک به مردم فرض کرده میفروشد و به مردم میفروشد، پول برق نیروگاه برق آبی نورک را نمیدهد و یک چند سال میگذرد حکومت نیروگاه برق آبی نورک تنگ میکند. این نیروگاه برق آبی نورک نیروگاه ملی است. حالا اونجا نیروگاه سنگتوده یک است که روسیه خوجه این است، 75
پلس یک به فکرم بود روسیه چی میکند اکسیونرش هست، در دست روسیه هست. اینجا سانکتوده دو در دست ایران است و پول میگیرد، برق میگیرد، پولش گردونه نمیداد، از مردم پول برق میگیرد، به صاحبی برق استحصال کردگی یعنی به استحصالگر پول گردونه نمیداد. حالا به دقت گوش کنید اکی بزرگ خوجه، نگاه کنید. وقتی که دولت آف میکند، یعنی آف همین که همین پولی شرکتی برق تاجیک دادن نتونستگی دولت میتید. وقتی که دولت داد یعنی استعمالگر پول یک برق رو این مضمون اون رو دارد که 2 مرتبه پرداخت میکند. یعنی یک بار از حساب کیسه خودش، یک بار از حساب اندازش پرداخت میکند و همین پول اندازه که سپردگی است و برای بهبودی کشورش سپردگی است. انداز رو برای پیشرفت کشورش سپردگی است. این درمیت ها پول رو میگیرند، باز با آف برق یعنی خریدی برق، قرض برق مصرف میکنن. یعنی یک استعمالگر برابر اون که شرکتی برق تاجیک پول استحصالگر رو نداده قرضدار میشود و با وی رو دولت مجبور میشود از حساب بودجه پرداخت کند و شرکتی برق تاجیک رو آف کند. از این میبراید که استعمالگر یعنی من و شما، یعنی همین اهالی کشور که پول برق رو میدهد 2 مرتبه پول برق میده، 1 مرتبه برای استفاده، 1 مرتبه از حساب اندازش. فهمیده شدید؟ این چی ظلم است این؟ بله اکو اجازت شد یک آخر سخن گویم و بعدا ثانی خارج شویم. راست گپ شگویم اکو من همه که انالیز میکنم من برای من همین برق و برای من همین ساعه کشاورزی و من همین معارف و همین های همشه من همشه میخیل یک روی کاغذ به انالیز کرده میمونم. لیکن همیشه باور کنید بعضی مسئله ها به همین حساب کتاب به همیشه هیچ عقل آدم به طوری نمیگیرد که خصوصا من هم مسئله برق یک چیز عادی خصوصا در همین عصر 21 همین قش من تصور کرده خلاصه کردم که همین از اول از همون ابتدا تا به انتها همین حکومت همین سیستم همش دوست در کدام اساس قرض برق تاجیک رو میگذارند. اکا این چی معنی دارد؟ این معنی دارد که همون کارگران همون مسئولانی که همونجا هستن اینا یک گفتی گپای روسی یک سپیچکه هستن، یک سپوچکه مثال پیوستن. اینا با پنهانی بعضی مسئله ها را همیشه با همون کلان حل و فصل میکنن، بعد رسانه‌ای میکنن این را. این همش با هم همین وضعیتی که در خود تاجیکستان است، خصوصا مسئله برق با بسیار مشکل است. بعد میگویند که طلبه ها نمیخوانند، بعد میگویند که آخر برق نباشد همون طلبه با همون چراغ درسش تیار کرده و سهر یک پیاله چای گرم خورده رفته آخر سیبخانه ها خنک. آخر اکا این مگر پیشروی هست؟ به خدا این یک همین من همیشه تصور میکنم اکا که در همین مدت 30 سال همون وقت جنگ ما اکا همین خیلی یادم بست آخر برق بود، آخر برق نمیمرد این بلا همین بدتر زده میخوای شده برد. شما یادتون باشد برق بود، دائمی بود. باور کنید ما همین آخر آدم مایده هم نبودیم، آخر ساخورده هم 3 سال برق بود ما. چی بلازد جبرا این برق؟ من میت روزیه با اکو یک پیرزن که یک کمپیره که گفتم شما با یکم وقت برق میکشن می گفت که این جای عیب نیست یا اصلی 21 با این برق گفت یک چیزی عادی ترین ای که یگان جای دنیا وقت انسان زندگی میکنه اوجه باید به برق نباشد. اما سال اصلی 17 و 16 با نیستیم که من همین گفت هوای تا حاضر همین مسئله برق که میبردارن هوای گفت همین کمپیر یادم من میبیاد این کمپیر 83 سال تمام این شرایطش گپ زنید اجازت که من همین
گفته برام که تا اگر حکومت جدید نآید این رژیم فرسوده فساد را از بین نبرد و کسانی که پول برق را مدت یک سال دزدی کردند و کسانی که به ملت ظلم کردند، این برق ندادن اکو ظلم است آخر. این ظلم چیزی نیست که یک تیاق گرفته و گردی خانه به سرده کنند، این معنا نداره. همون برق ندادی، مثال آب ندادی، شرایط اقتصادی، جای کار، اینا همش همون تأمینات کرده که نتونستی، همین ظلم است. و چیست دیگه؟ اون ظلم یگان تیاق نیست که تیاق شب مان کنن بگوین که ما عذاب دادن، این معنی نداره. داخل کار انسان یک بار به دنیا میبیاد، 10 بار نه، یک بار میبیاد، یک بار زندگی نقد کردن در کار، حسیات زندگی را فهمیدن در کار، فرزندای خانواندن در کار. تاجیکستان به پیش گفته و به پیش نمیشه. تاجیکستان به پیش به کدوم آرناموس شما تاجیکستان به پیش میگو وعظ میکنه ایزان نکشید و یا بر قفاتان رو نگاه کنه و به این خریق شما خودتان برق داره، تمام شرایط برای خودتان مهیا است، اون معنی نداره که مردم تنجه و شما اول مردم رو نگاه کنید. اینا اکو خودشون عموما مسئول نمیدانند. باور کنید اکو اینا عموما خودشون مسئول نمیدانند. اینا وظیفه خریدگی هستند. اینا باید چندین برابر این پول رو از ملت رانده گیرن. اینا مسئولیت به خودشان میدانند. من همین قش را گفتنی هستم، اجازه دید آخر سخن. ما باید کوشش کنیم که همین سیستم را ابنویت کنیم. راست دیگه بگویم ابنویت کردن در کار دیگه علاج نیست. تا اگر اینا باشه ما برق نمیبینیم اکو. تا اگر اینا باشد در تاجیکستان جای کار نمیشود. تا اگر اینا باشد این حکومت فرسوده فساد باشد، امنیت در تاجیکستان وجود نیست. خودتون نگاه کنید همین ملیسای عادی که در بعض منطقه هست چی کارا کرده، چی ظلمایی که داشتن، اصلا خصوصا ملیسایی که بازاران ده هستن چی ملت عذاب دادن، چی شتشت میکنن. همو بیچاره یا سفر آلون چه اومویز ماندگی شته میزنه تو را پتین کرده که خانه چیزد، همون بیچاره همون ستیلش چند سون فایده بیند رو پتین کنه. و برخی تاجیک میلیارد چه میبخشی خانه سخته نلاگی فلانی را میبخشی و تو که اجازه داد در کدام اساس تو نلاگی فلانی آدم میبخشی چند میلیارد دلار، چند میلیارد تومان؟ چون اون خرج از کنه این کیسه ملت دیگران خزینه میبرد. این ملت کی پرسیدی این را؟ آی خانه سوزد، خانه سخته، تو از کی پرسیدی پول این ملت به یک داماد خودت میبخشی؟ این شرکت فراز یگان کس مشورت پرسیدی این پول کی هست؟ و به این حکومت داری حکومت برده نمیشود اکو. اینها از دست قیبچاق آمدگی، اینا نه فراست، نه عقل، نه شعور، نه یکم نکته عالی و دیپلمات، اینا هیچ کدگی نیستن اکو. لا اقل اینا یک مکتبی، من باور دارم اکو یک خیلی بعض این رئیس شکمدمایی که کلاشون خوک برین از حرام خوری همین لا اقل نمی سوادی همین خودی من ندارم. من یکم جو خالگی نه اکو. یکی آخی وقتی انسان میبینن جهان بینی میکنن دنیا را، کشورهای دنیا را میگردی آقا حیات میبینی که انسان باید چگونه منفعت چگونه یک معرفت داشته باشد جامعه با چگونه باید او زندگی کند، نه اینکه فقط پیش به خدمت زندگی گرفته عدیل برای کار کند. اکی بزرگ خوجه، زندگی ارزنده برای خیلی دردناک است برای مردم تاجیکستان. مثل یک خروشخندی در خروشخند پیش چشم یک کودک یتیمی نودار است. پدر و مادرش شاید پدر و مادرش نودار است، همین یک خروشخند پیش چشمش میبیوری نمیتیش. در عصر 21 بیچاره ملت تاجیک در همین حال است. تمام دنیا میبیند مردم سربلند، اقلا به برق تامینند، اقلا سبد استعمالشون پور است، اقلا کرامت انسانی دارند. ما نه کرامت انسانی داریم، نه حقوق داریم، نه آزادی داریم، نه برق داریم، هیچی نداریم. یعنی همین حیات تاجیکستان آتش میگردیم دیگه علاج نیست. ولی حیات خوب برای مردم تاجیک مثل یک خروشخند همون بچه های ناداره که همون خروشخند پدر و مادرشون پول نداره
رفته گریه کرده میشینن او بچه همسایه خروشخان دارد من ندارم گفته. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر سلامت به باشید. اشتراکتون. خیلی از صحبتتون خوش شدیم. می بعد همین خیلی کم کم به برنامه ها وارد اکو شده. من این سال کم در رفتگی همین بعض دندان ها هم نیست در وقت جوانی از سعودی سر کرده تا یک کشید نیم دنیا گشتگی اکو وقتی انسان جهان بینی میکند جهان را میبیند مردم را سطح زندگی گفتی شما کرامت انسانی را میبیند از این زندگی غلامانه راضی نمیشه اکو من خودم تاجیکستان بنه اکو من خارج از کشور هستم من در تاجیکستان اصلا زندگی کردن نمیتونم با این اوهام برای که من دیدم مردم چگونه زندگی میکنن بعضی برادران را خیلی معذرت میخواهم که سخن دراز شد آخر سخن اجازتیه بعضی برادران میگم برادران شما آخر همین غلامی به گردن گرفتید آخر سحر رفته مردی کار بازار با بیگانی دو کلچه گرفته خواند میبی او به این دو کلچه آوردگی زندگی تو پیش نمیرد و یک کانتر خود ایواز کن دیدی نمیشه یک کار دیگه چه فیدن در کار کجا خواهی ما هم برابر همه بوده وقتی برو مثلا عذاب کشیدن چشمان هوی شد چشمان هوی شد دنیا دیدیم که انسان چگونه باید کرامت داشته باشد چگونه باید زندگی کند سلامت باشید اکا جان زنده و سلامت همیشه همین آدمی سال خورده دیگه کارم نمیکنم من بچه ها کار میکنن خدا به شکر همین شما همین پیگیری میکنن مخالفت گپاتون حق است راست شما حق گپ میزنید کسانی که با شما را و هر یک کار متهم میکنن گپا قوی اونها خودشان یک بی آداب هستن یک انسان هستن که کور هستن فقط همون 4 دام برداشتگی هم میبینن تاجیکستان به پیش گفته گیره کده گشتیم بیچاره بیپول شده زنده باشه سلامت باشید زنده باشید تشکر زیاد سلامت باشید خب برادر عزیز گرامی من مولوی محمد ظریف سعید خوش آمدید به برنامه خیلی پزمون صحبت های نمکین شما شده هستیم خیلی شد در برنامه نبودید در صحبت ها نبودید و خدا به شکر که همین توانستیم امروز شما رو کشوله کرده اینجا بیاریم سلام علیکم شما و همه بیننده زنده باشید صداتون کم تر پست است و صدا خوب است کمتر صدا رو بلند باز خبرها با ما رسید که شما یک دندانتون شهید شده است امروز مغز ما همه جا رو میگیرد با چی گفتنی ها دارید و با چی اومدید پیش ما حالا همین صحبتتون در اول گوش کردم و مسئله برکه دیگه از شما بهتر و بیشتر شرح داده نمیتونه ولی اون قدری که باید لازم باشه با اون بگیم تحلیل های خاصی خودتون با همون لحنی فهمای خودتون علاقه گفته ولی اشاره ای که در باره همون مهاجرا کرده یک کمتر که در داخل این برق خیلی مردم در مهاجرت هستند و این برق استحصال می شود ولی استفاده نمی شود اصلا موضوع همین بی‌برقی موضوع اصلا نگاه کنید موضوع مهاجرت است چرا انا همین بی‌برقی مردم مهاجر کردگی یکی از عامل های اساسی مردم مهاجر شده برفتنش خانه بردوش شدنش خانهش در پشتارهش از ملت تاجیک خانه در پشتاره و خانه بردوش شدنش یکی از سبب های اساسیش همین بی‌برقی است بله همین بگیم بی‌برقی مجبور میکنه حالا یک بی‌برقی نه این گونه مشکلات خوب خیلی زیاد است یکی از عامل‌هاش همین بی‌برقی است ولی مهاجر همون ضرب و لط همون شکنجه های
زیر مشت و لگد پلیس روس به دوش میگیرد، ولی نمیخواهد که در وطن خودش، یا شاید میخواهد ولی نمیتواند، پیدا نمیکند همون شرایطی را که بیاید در وطن خودش کار کند، زندگی کند. حالا وقتی مسئله اشاره مهاجرا شد و این وضعیت بده که حالا مهاجرا در روسیه دارن، همین وادار کرد که بدرم وارد شم به این برنامه و چند جمله هم بگم. و با این چند جمله اگرچه شاید هیچ تاثیر نتونیم رسونده، ولی حداقل در پهلوی همین مهاجرا و هموطنامون بودن ما ابراز بداریم. شوکت جان، بینندگان گرامی، مسئله مهاجرت در تاریخ از اول و امروز هم و تا آخر هست. این خاص یک تاجیک نیست، خاص یک ملت نیست، در همه ملت ها، در همه کشورها، در همه عصر زمان بود و تا آخر هم می رود. اما این حرفا را وقتی با طرفدارای حکومت یا پشتیبانای این حکومت اگر در مسئله مهاجرت، در مسئله تاجیک مهاجر یا ظلم و شکنجه مهاجرای تاجیک اگر حرف بزنی، اونها در حال جوابشون همین است که شما مگر در یگان کشور داره، یگان کشوری را میدونید که مهاجر نداشته باشد؟ این مهاجرت خاصی همه ملت ها است. خلاصه با این حرفا جواب میتیم. درست است که همه دنیا مهاجر دارند، همه ملت ها مهاجر دارند، ولی شما خارتر از تاجیک مهاجر پیدا کردن نمیتونید. به حقوقتر تاجیک یک مهاجر پیدا کنید یا یک کشوری را پیدا کنید که مهاجرش به قدرتر از مهاجر تاجیک باشد. تمام دنیا مهاجر دارد، اما مهاجر با عزت، با کرامت، با حقوق. حالا میگن که خطایی، حالا بعضی‌هاش همین صحبت میگن که شما ببینید خطایی ها اومدن در وطن ما مهاجرن، چی مگر جای عیب است، جای ننگ است؟ ما میایم در اینجا کار میکنن و ما میریم در دیگر کشورها کار میکنیم. ببینید در کشور همین خطایی در تاجیکستان میآید، در وطن تو، در خانه تو جرأت کن، جسارت کن، حقوق یک خطایی را در اونجا پایمال کن. حالا حقوقشو پایمال کن یک طرف، جرأت کن به گفتی همون تاجیکا و مطل تاجیکی پیشتک خطایی را پیش بگو، با روزی سیاه در بالات بیارن بعد ببین. یعنی خطایی میآید در وطن تو کارخانه میسازد، در وطن تو عزت دارد، حقوق و عزت و کرامتش از تو بالاتر است، از توی تاجیک بالاتر است. در کارخانه خطایی توی تاجیک میرای کار میکنی، تو میرای در اونجا زحمت میکشی در کارخانه خطایی در وطن خودت، ولی معاش تا نمیتید. و قول روسا کیدتت میکنه کردی و رفتی به پلیس شکایت کرد. به ما هست که شاکر جو میشنوید؟ میشنوم، گام زنید. اینجا یک چیز اومد من فکر کردم قطع شد. خلاصه میگفتم اگر در کارخانه خطایی معاش تا نمیتید، به قول کیدتت میکنند، ولی اگر تو جرأت کردی و به پلیس مراجعت کردی یا شکایت کردی، حتما این پلیس هم میاد در پهلوی اون خطایی قرار میگیرد، در وطن خودت متهم میکند که ده ها شاید صدها این حالت ها رو ما شما شاهد هستیم که هموطنان ما رفتن در کارخانه‌های خطایی ها کار کردند ولی معاشاشون ندادن. وقتی به پلیس مراجعت کردن باز خود اینها را گناهکار کردن. یعنی خطایی میآید در وطن خود. این حرفا را از هوا نمیگم، کدام وقت در رسانه‌ام به فکر نشر شده بود، نمیدونم رادیو آزادی بود کجا بود. و یعنی خطایی میآید در وطن تو عزت داره، افریقایی از افریقا میآید در وطن تو عزت داره، اما توی تاجیک نمیتونی در وطن خودت از حقوق خودت دفاع کنی. و در روسیه هم میره زیر مشت و لگد پلیس روس و زیر تحقیر اون یک ارتش روس قرار میگیری، ولی هیچ نهاد نه از رئیس جمهوری فرسوده و وزیرای کارناشده هم کسی نمیاد که در مقابل حتی با چند جمله از اون مهاجر دفاع کنه. ولی مسئله بعد گفته همین خطایی در حال بین بازار کاروان و بازار سخاوت یک چی بود، بینایی
خیتایی ها زندگی میکنه، اون با همون دام خیتایی ها مشهور بود. همون تکثیر هم که میششتی در اونجا وقتی بازدار گفتن حتما میگفتن پیش دام خیتایی ها دمان، یعنی یک دام بزرگ. حالا خیتایی میگن که مهاجر است در وطن، جرأت کن تو در زمستان خنک خودت به برد، کودکات از دود انگشت میمیرن، تو خود عذاب میکشی ولی جرأت کن همین 2 روز همون بینای خیتایی ها رو به برد کن، بعد ببین چی بلا رو بالای سرت میاد. یعنی در وطن خودت خیتایی میاد از برق تی استفاده میکنه، نمیتونی یک روز برق او رو خاموش کنی، اما ملت خودت خار است. بعد میگن که همه دنیا مهاجر دارد و خیتایی میاد در کشور ما مهاجر است. تمام دنیا امروز از ظلم و شکنجه مهاجران میدوند، میشنود، فهمیده است. تمام دنیا صدا بلند میکند. حتی هم شاید شما بارها این حالت مشاهده کرده. صداتون پاس شد، شاید میکروفونتون کنده شد. نه میکروفون ما خوب است، میشنوید؟ صدا رو میشنوید؟ صداتون پاست. یگون کس زنگ زد به فکرم ها؟ نه کسی چیزی نیست. میشنوید صدا؟ نه صدایتون پاست. از سرواری چم؟ بله کنی گاب زنید یک بار؟ شد درست شد. او بله خوب شد. خب کجا چی میگفتم تا کجا شنیدید حرفم؟ اما خطوی های گاب زده شده بوده. در تاجیکستان میباید برق تاجیکستان برق داره، خود تاجیک نداره. بله میگفتم که در اون بینای خیتایی ها اگر جرأت میکنی 2 روز خاموش کنم برق شونه، بعد ببین که اونا چی بلا و چی بگیم قیامت را بالای توی تاجیکی در وطن بوده برپا میکنن. تمام دنیا، حالا ما و شما در اروپا هستیم، تمام دنیا حتی همین اتحاد اروپا هم دیروز صداش بلند کرد در دیروز بود درباره مهاجرایی که در بله زیر ظلم و زیر فشار و شکنجه مقامات روز قرار دارن. یعنی گفتنی هستیم که تمام دنیا علاقه میدونه همین با مردم عادی حال اروپا و طرف است، با همون کسایی که با مسئله مهاجرا و با همون منطقه سر و کار دارن. اگر چند وقت بیشتر میشتی صحبت میکرده، وقتی تاجیک یا تاجیکستان میگفتیم اونو باید چند بار اول بفهمونی، بعد وارد گوگل میشید، در خریطه تاجیکستان رو پیدا میکرد و بعدا میگفت که اینجا تاجیکستان بود از پهلوی افغانستان و اینو بعد. حالا تاجیکستان رو میشناسد، اما با هر کسی صحبت میکنی اول میگه همون تاجیکا بیچاره هر روز در زیر ضرب و زیر شکنجه پلیس روس هستن. خلاصه همیشه فشار، همیشه همه دنیا فهمیدین از این مشکلات و عذاب و رنج مهاجرا و جز همون حکومت تاجیکستان که آب در دهان گرفتگی، همه گوشا کرد، زبانها لال و چشما کور، حتی با چند جمله هم نمیرن که در پهلوی این مهاجرا و در پهلوی این هموطنان خود بودنشون ابراز کنن یا حداقل با چند جمله بتونن محکوم کنن. و بنابراین وقتی که تمام مخالفا و مبارزا گلو می‌درانند، صدا میکنن که تا روزی که این اویله این حکومت در سر قدرت است هیچ ملت روزی خیری را نمیبیند، پس این حرفاشون بی پایه و بی اساس نبوده است. بنابراین فکر میکنم هر چیز زودتر ملت باید در فکری از سر قدرت دور کردن این اویله برای یک در فکری تصمیم ها یا راههایی پیدا کردن، راههای جدی علیه برای از بین سر قدرت دور کردن این حکومت بیاندیشد. و همین جملات بود که وادار کرد در پهلوی این مهاجرا بودن خودمان ابراز داریم و وارد این برنامه شدیم. سلامت باشید. تشکر زیاد دوستان. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. دام گیرید. زودتر شفا یابید دوستان. ان شاء الله خوب است. زنده باشید. در پناه خدا باشید.
тамошобинони азиз, ба ин матлаб нигоҳ кунед. ин матлаб аз дар сайти озодӣ аст. пул нест, барқ намешавад. як маркази тиббӣ дар Кӯлоб бебарқ мондааст. нигоҳ кунед. бинои маркази беҳдоштӣ ва эпидемиологии минтақаи Кӯлоб зиёда аз 2 ҳафта боз аз қувваи барқ маҳрум аст. дар натиҷа таҷҳизоти озмоишгоҳӣ аз кор мондааст. инҷа ба шакли ҷамъ омадагӣ аст, мондаанд, яъне якчанд таҷҳизот аз кор мондагӣ аст. фаҳмида шудед? биёед бо ҳам гӯш мекунем ки инҷа гап дар бораи чӣ аст. биёед бо ҳам гӯш мекунем. бинои маркази беҳдоштӣ ва эпидемиологии минтақаи Кӯлоб зиёда аз 2 ҳафта боз аз қувваи барқ маҳрум аст. дар натиҷа таҷҳизоти озмоишгоҳ аз кор боз мондаанд. сабаби қатъ гардидани барқ саривақт пардохт нашудани маблағи истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби раёсати молияи минтақаи Кӯлоб аст. раҳбарияти марказ чандин маротиба ба молия дархост ирсол намуданд, аммо то ҳол ҷавоби мусбат нагирифтаанд. билингияй киштай 16000 сомонӣ паручени дорам дар молия. молия мега пул нест, намегзаронаш. инамо сим кашдаем ай маркази венемио, я сим кашдаем ай маркази иммунизация. кор будесем чикор кунем? ина бипурсенаш. 16000 сом паручени дар болои столи истодаги ай 2 ҳафта барқ надорам. пардохти маблағи барқ, об ва дигар хизматрасониҳои коммуналии муассисаҳои давлатӣ аз ҳисоби буҷаи давлат амалӣ мегардад. ҳарму муассисаҳо дархости пардохтро ба молия ирсол мекунанд. аммо дар раёсати молияи минтақаи Кӯлоб гуфтанд ки маблағ барои пардохти барқ бояд аз суратҳисобҳои махсуси ҳамон идора иҷро шавад. дар вақти таҳияи буҷети суратҳисобҳои махсус буҷет ҳам аст, мо қатъи ҳамин соҳаи тандирсӣ даъвомон намешавад. дар барқ умуман дар суратҳисоби махсус маблағгузорӣ намекунанд. мегиранд дар таъмир, дар дигар хараҷоти вай мемонанд, бефоида мемонанд. лекин чизе ки барои пешбурди корай тамоми чизи аппаратуре ки мисол ҳамо истифода мебаранд, даромад мегиранд барои суратҳисоби махсус аз ҳисоби барқ аст. дару барқ маблағ намешунанд. ҳоло озмоишгоҳи вирусологии марказ ки яке аз муҳимтарин бахшҳои он ба шумор меравад, бо сабаби набудани барқ фаъол нест. ба гуфтаи масъулин, таҷҳизоти нозуки озмоишгоҳ дар ҳолати бебарқӣ осеб мебинанд. таҷҳизоти ҳамин озмоишгоҳи вирусологӣ ба 1 миллион сомон да зиёд тай. ҳамаи шумо медонед. инқадар вай ма инқадар реактив реагентое ки ай муассисаҳои чӣ мегирем, ташкилотое ки мо да ёрдам мекунанд. ин доруро осон нест. ба иттилои масъулин, дар 6 моҳи ахир ба буҷаи вилояти Хатлон 39 миллион сомонӣ камтар маблағ ворид шудааст. дар натиҷа маблағгузории муассисаҳои буҷавӣ низ зери суол рафтааст. раёсати молия сабаби таъхири пардохтҳоро маҳз дар ҳамин камбуди буҷа мебинанд. дар ҳамин ҳол масъулини маркази беҳдоштӣ изҳор медоранд ки дар чунин гармои шадид сарнавишти реактивҳо ва озмоишгоҳҳои онҳо номаълум боқӣ мемонад. дӯстони азиз, воқеан ҳамин радио озодӣ меҳнат мекунад. сазовори пайгирӣ ҳам ҳаст. аслан як расонаи дигарро ин хеле реклама намекунад, аммо воқеан корашон ситуданӣ аст. нигоҳ кунед, барои 15000 сомонӣ гуфтам. 15000 сомонӣ чӣ қадар мешавад? ҳамин $1,500 мешавад. тақрибан $1,500 мешавад. ой, инсофата хох хӯрдагӣ ширкати Талко миллион қарздор аст. миллион доллар аз истифодаи қувваи барқ қарздор аст. чӣ ба рафта барқи вай намекунӣ? пул нест, барқ ҳам намешавад намегӯӣ. барои чӣ? гуфта наметавонӣ. рафт барқ. агар мард бошен ба хотири қарзи ширкати Талко равен, пул нест, барқ ҳам намешавад гӯен. мана
پول نیست برق هم نمیشود گوین روین شرکت تالکو رو همون 40% برقی که به سوی تالکو میرود به مردم بیاید آب بلب جو برابر میشود همه برقدار ملت تمام برقدار به برق تامین میشود خود 25% چی میشود تلفات میشود و 40% استفاده میشود میبرد باز 15% دیگه اضافه شده میبیاد تلفات بلنسی رو میکند گفتی روزها و مردم با برق تامین میشوند مردین روین به شرکت تالکو گوین که پول نیست برق نیست این به این شرکتی طبی شما رفته به این شرکتی مؤسسه دولتی شما زورتون رسید است رفته گفتین که هیچ همه شما پول کار میکنین برای چی پول نمیتین همه این اسباباتون به پول کار میکنن شرکتی تالکو اسبابهاش دیگهایش به چی میجوشد به چی مردین روین شرکت تالکوی باندین برقش قیچی زنین میتوانید نمیتوانید همین رو میگوین که نبودن عدالت اجتماعی نبودنش نشانش همین است بزرگهای گرد اطرافی پیشویتون زورتون نمیرسد و دهانی و مویله ببین بل 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 کر گاب میزنی رو به شرکت تالکو گاب زن برقتیت این هم تامین توی هم تامین این یک طرفی مسئله طرف دیگری مسئله همین است که دوستان عزیز همین مؤسسه های دولتی مؤسسه هایی که اهمیتشون ملی است اهمیتشون ملی است مثلا گره مرکز های طبی بهداشتی مکتب ها یعنی مؤسسه های تعلیماتی بیمارخانه ها اینها باید از جانب دولت کفالت داشتگی باشند که یگان مشکلات پیش می آمدگی برق آنها را خاموش نمی کند نیازهای اولین درجه آنها نیاز داشتگی را از بین نمی برد این خیلی کفالت دولت داشتنش نکن اگر وجود داشتگی باشد یک شرکت تقسیم برق می بیاید یک مؤسسه دولتی را یک مؤسسه بهداشت را بهداشت طبی را میباید برقش را خاموش میکند و پولت میگوید این نبودن دولت و حکومت است این نبودن دولت و حکومت است انا همین چی است تو هستی مثلا گریم تو مردک در انمون خونه هستی میباید یک آدم کوچه میباید با دختر خانه ادرزبور میکند این مثل همین است حکومت اگر وجود داشتگی باشد اگر وجود خود را اقرار کند تن گیرد که حکومت هست دولت هست این گونه مؤسسه های طبی مکتب و دانشگاه ها یعنی مؤسسه های مهم عمومی ملی باید از جانب دولت و حکومت کفالت داشتگی باشند که یگان کس تریتوری اینها آمده برقت میکنم نگوید این کفالت رو باز وزارت مالیه شعبه مالیه چی خیل شما شعبه مالیه وزارت مالیه هستید که نمیتونید حالا این مسئولی الکتریسیته درآمدی چی رو حساب کرده شده است مرکزی بهداشتی رو حساب کرده شده است اگر وزارت مالیه در تاجیکستان وجود داشتگی باشد شعبه های مالیه‌اش در مرکزهای مأموری وجود داشتگی باشد و حساب کتابی آنها درست باشد
در این الکتریسیته مسئولش کی حق داده است که به مرکز بهداشتی اپیدمیولوژی منطقه کلوب سر به سر میشود و برقش میبرد و برق نمیتید 2 هفته؟ این کی از خودش؟ این وزارت وجود دارد؟ ندارد. شعبه های مالیه‌اش وجود دارد؟ ندارد. دولت حکومت وجود دارد؟ ندارد. حالا شما رفتین مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلوب در تا به قریبی منطقه کلوب ولایت کلوب بود. من همین حاضر جنابتون رئیس ولایتیش بود. یعنی شما مرکز بهداشتی استاتوس ولایت داشته که جای میرین برقش رو خاموش میکنید، همه تکنیک و تکنولوژیش از کار میموند. با این مرکز بهداشتی اپیدمیولوژی است. این اپیدمی های آمدگی درستون نشد، کووید 19 درستون نشد، کرونا ویروس درستون نشد، کسلی ها پرازیت های بودگی درستون نشد که شما میرین، شما دوستی ملتین، دشمنی ملتین، خواهین ملتین، کین شما که همین مرکز میرین 2 هفته برقش خاموش میکنین. حالا گپ درباره شعبه مالیه رفته شده است. حساب کتابت کجا شد که این نام تو رو میگیرد؟ وقتی که یک مرکز بهداشتی جانش بلبش آمده شعبه مالیه نامش گرفت، این مضمون اون رو دارد که شعبه مالیه کپوت مرده است و گروه خبر نیست، همون مسئولش هست یا نیست. یک بار رفته بینید خونهش در چال ویله شده، کتت شده، برفتگی خودش در لانگ کروزر می، در کدام مارکه مدلی ماشین پول کرده خورده تمام کرده می چیگه. همین کارمندان وزارت مالیه کارد در روغن مثل مقاله خلقی کار فراتون به ایستاده نمی شود. مورد این بیناموسیه وقتی به سبب شما یک مرکز بهداشتی 2 هفته بی برق میموند. باز ابولای شما پای مونده یک الکتریسیت میره 2 هفته برق رو خاموش میکند. شما گم الکتریسیت پولی درآمدی مرکز بهداشتی استوب کرده شده است. شما در کجایین؟ نگاه کنید، وقتی که انا همین گونه مؤسسه ها بی برق میمونند، مکتب، بیمارخانه، مرکز های بهداشتی، آمبولاتوری ها، مثل همین ها، این نبودن حکومت، نبودن دولت رو نشان میدهد. یعنی گفتنی گپ است که در این کشور نه دولت است نه حکومت است، هیچ نیست، پاده بی سر است مردم. این رو ما نمی‌یافت. در عصر 21 نبودن برق این نبودن حکومت است، نبودن دولت است. هر دوش هم معنایند. در عصر 21 یگان چیزت بی برق کار نمیکند. از کوچه میبیایی بیگاهی روز، از کوچه میبیایی مثلا گریم از کار میبیایی بیگاهی روز، تلفنت ضریعت ماندن در کار، میکروفونت ضریعت ماندن در کار، میشت ضریعت موندن در کار، از یک میش 2 میش پیشمانی شده است. میشت ضریعت موندن در کار، این تلفن ضریعت موندن در کار.
پاوربانک ضریعت موندن در کار، پلانشت ضریعت موندن در کار، ریشگرک ضریعت موندن در کار. هوی زندگی بی‌برق تصور کرده نمیشه در عصر 21. نیست برق حکومت نیست، نیست برق دولت نیست. تابستون خلدلنی کار نمیکنه. اگه شما تصور در این کشورهای بغیر از تاجیکستان در دیگر کشور تابستون به خلدلنی به همین یخدان تصور نمیکنه، کردن نمیشه دوزیر. همه در خونه های بلند آشوانه زندگی میکنن، برق نیست. خلدلنیکا بوی گرفته میره. یخدان ها. چیه؟ همین هم دولت داری شد در عصر 21. یک تصورات به بی‌برق نمیگنجند. در گوجای گویی که حضور همین شب روز در تاجیکستان برق نگویی، میگوید که تا این درجه شما همین دروغ میگویید. چرا در تاجیکستان برق نیست؟ چرا در عصر 21 در یک کشور که مثال گریم پتانسیلی استحصال برقش در دنیا در جای نمایان میشد برق وجود نداشته باشه. یک گپ مایلش دیگه گپای گوین اینا همین خیلی میگن برو. حتی با کلشون با تصوراتشون نمیگنجد که در تاجیکستان برق نیست. در تصورات این بشریت عصر 21 بی برق نمیگنجد در تاجیکستان برق نیست. در کجاییم ما؟ در کجاییم؟ عادی ترین چیز وقتی که همین عادی ترین چیز تامین کردن نمیتونین، مالش حالا دیدید در تاجیکستان برق نداشتگی باشد، مثل افغانستان برق طلبیدگی، برق انتقال میافتگی کتی اگر تامین میشدگی باشد و یک گپ دیگر است. تاجیکستان خودش برق استحصال میکند. دیدیم طبق آمار دیدیم که برقش زیاد میکرده است، رسیده زیاد میکرده است. حتی گفتیم حساب کرده دیدیم که مالش همین 2 میلیارد کیلووات ساعت برق فروشده هم و 4.5 میلیارد کیلووات ساعت برق در راه گم شود هم همین 15-16 میلیارد کیلووات ساعت حتی 3-4 ساعت با برق خاموش کردن همین 4-5 میلیارد کیلووات ساعت برقی در راه گم شده را جبران کند هم برق به ملت میرسد، اما نمیرسد. چرا؟ همین 4-5 میلیارد کیلووات ساعت یا به مردم برق میدهند یا نمیدهند، موندگیش همش آبلوی میکنند، میدوزن میفروشن. همین 2 میلیارد کیلووات ساعتش اقرار میکنند که ما فروختیم، رسما میگویند، اعلان میکنند. اکنون شما نگاه کنید که از این 15 میلیارد کیلووات ساعت تقریبا 10 میلیارد کیلووات ساعت دیگرش میفروشند. باز با اسعار خارجی، تاجیکستان با اسعار خارجی نیاز دارد، اینها با اسعار خارجی غیر رسمی میفروشند. میدونید اسعار غیر رسمی حالی ملت چقدر تباه میکند. انمی مفلسگرا، انمی فسادکارا، اینها انمین هایند که تاجیکستان رو به فساد آوردگی هستند. همین است که پیشروی نیست. اگر همین عادی‌ترین چیزهایی، عادی‌ترین نیازهای مردمی تامین باشد، یک کمتر سر مردم بالا باشد، همین مخالف برادو گپ زند، گپ یا بدو گپ زند. چونکی عادی‌ترین نیازهای مردم برطرف شود، کمبودی
و مشکلات مردم برطرف شود، هیچ کس گپ یگان مخالف به گوش نمیکند. من خودم به گپ هیچ کس گوش نمیکنم، خسته میروم. از همین چیها میرم، حتی زندانش بهتر است. اگر مردمم آزاد باشه بگذار من زندان کنند. از این شنیدن امروز میشنوی، نگاه کنید اتحاد اروپا نسبت به احترامی مهاجران در روسیه اظهار نگرانی کرده است. اتحاد اروپا این خودی مسئولین ما در کجایند؟ دوستان عزیز، این سایت پیام است. مرحمت، این سایت پیام تیوی است. ما هر روز نظرهای خود را تحلیل گونه ها، تحلیل های کوتاه، خبرهای تحلیلی خود را اینجا نشر میکنیم و شما میتونید همگی پیام تیوی وارد شوید، یگان خبری را شاهد شدگی هستید و شاهد یگان رویداد شدید و یگان حادثه را میدانید، میتونید به این رقم ها تماس گرفته به ما برسانید و حتما ما نشرش میکنیم و همچنین میتونید همکار ما باشید، نویسید. کسی که منتج کرده میتوند یگان برنامه ها منتج کرده میتوند، ویدیو منتج کرده میتوند، رولینگ منتج کرده میتوند، ریلز کرده میتوند، شورت کرده میتوند. مرحمت دوستان عزیز، کسی که در راه مبارزه میخواهند کمک کنند، مرحمت با این رقم تماس گیرین، حتما همکاری خواهیم کرد. در اینجا ایمیل ما نوشته شده است، جیمیل، میتونید به جیمیل نویسید. ببینید دوستان عزیز، اظهارات اتحاد اروپا نسبت به احترام روسیه به مهاجرین کاری از اروپا استاده 28 کشور اتحاد اروپا اظهارات می‌دهند که در روسیه مهاجران فشار آورده شده ایستادند، با آنها ظلم شده ایستاده است. خود کشور مهاجر فریست زبانش دختگی، گنگ و کر است، هیچ چی را نمی‌بیند. این خیلی بد است. این خیلی بد است دوستان عزیز. میتونید شکل پوره این رو در اینجا بخونید و پیام وارد شده بخونید. امروز حتی شکل پوره تحلیل ما در این باره، درباره برق رو هم شما میتونید پیدا کرده از سایت پیام تیوی پیدا کرده بخونید. من اینجا افسانه برق و حقیقت روی آب و چیزهایی که گفتیم از روی همین مقاله بود و معلومات بیشتر، تفسیرات بیشتر رو میتوانید وارد شده بخونید. اینجا خوبیش این است که با تمام منبع هایی که از اونجا دلیل گرفته شده است سیلکه مونده شده است. من ببینید سیلکه مونده شده است و حتما میبینید که هر یک گپ به دلیل گفته شده است. مثلا 22 میلیارد کیلووات ساعت برق 3 سال میکنه تاجیکستان، همین میبینید همینجا رو پخش میکنید، الکی دلیل رو به شما نشان میدهد. به حساب رسمی مثلا گریم 25 از 33% در راه برق تلف میشود، روی همین چیز میبرید پخش میکنید، دلیل رو به شما نشان میدهد، دلیل رو از کجا گرفته شدگی به شما نشان میدهد و ما کوشش میکنیم که بی دلیل گپ نزنیم. و اینجا مثال گریم از روی گزارش رادیو آزادی دلیل گرفته شدگی است، اینجا نشان میدهد و حتما میتونید بخونید. همین که دیدید که مقالتون شد دوستان عزیز، اگر در فیسبوک صفحه دارید
تگمه رو پخش میکنید، در فیسبوک پدیدیسه میکنید، در واتساپ، در اینستاگرام، در تلگرام میتونید حتی چوب کرده گیرید. بعد اگر خواستید که نظرتون رو بنویسید، نظر خود رو نویسید درباره همین نوشته های ما. و عموما دوستان عزیز ما آماده هستیم که با شما همکاری داشته باشیم و سعی خود را همین گونه با همکاری با دست همدیگر را گرفتن امیدوار هستیم که زیاد میکنیم. دوستان عزیز، من گفتنی هایم را گفتم و یک نفر با نام میز کادیرووا وارد شدند، ایشان را گوش میکنیم. بفرمایید. سلام علیکم شافقت جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این دیگر اکانتی من که در آمدن، من معظم کادیرووا. آقای کردن تو شما خوبه؟ آمدید. سلامت باشید. رحمت شکر خدا. رحمت شکر خدا. امیدوارم که صدام ناز رفته ایستاده است. صداتون بینوایت خوب است. خیلی خوش شدم اپی گرامی. رحمت کلام. کمتر برنامه‌تون رو تماشا کردم، ضرور بودم. خواستم چند بار وارد شم، نشد. خیلی به هر حال. بفرمایید. مسئله جدی دردناک است. در حقیقت مسئله خیلی دردناک و جدی رو بررسی کرده ایستاده این حال و منم توقعت کردم نتونستم همچون شهروند تاجیکستان که بی‌طرف ایستاده نتونستم در این مسئله. میدونید چی؟ حل همه مشکلی ها، نه تنها برق، مشکلی ما بسیار در تاجیکستان داریم. از یک جهت گریم خیلی شرم‌آور است برای ما در عصر 21 که تاجیکستان در وقت گرمی در تابستان اینش نوه‌گیری هست که برق رو خاموش کرده ایستادن. باور نمیکنن، یگان نفر باور نمیکند بیرون از کشور زندگی در جایی که ما زندگی میکنیم. حل همین مشکلی ها، مشکل مهاجرت، مشکل کار، مشکل برق و دیگر مشکل ها، این سرنگون کردن رژیم. واقعا دولت ما این حال من همیشه خودم تشخیص کرده بر اومدم با فکری من است که در دست یک علی بابا اسحاق رزبوینیکوف میگن، یعنی که علی بابا با چیل رخزن. بله. علی بابا خودش معلوم است کی است، چیل رخزن باشد، این تمامی همون اولاد و اجدادش است، در دست همونها قرار دارد. از همین خلاصی خود رو برآوردن ممکن است. دزدی آخه برق با مردم رو قرضدار کردن از 1 میلیارد زیاد، اگر خطا نکنم. بله. از 1 میلیارد زیاد مردم اگر برق ندهند، من باوری ندارم که مردم قرضدار است. همین برق رو خودشون دزدیده هستن. همون شما گفتید که تالکو. بله. تالکو رو خوب میدونید چیکار کرده شده است مسئله برق کتی. باوری ندارم که مردم قرضدار باشد در برق که نه سپورت تیز آمده میکشن. غیر از این بو پرونده جنایتی حاضر در کودکس جنایتی و ماده وارد کرده هستند که و اونها جزا داده می شود و این به انصافی نیست. مدامی که برق رو میدوزدن، خودی هم اولاد خود دزدای کلان که میدوزدن برق رو، پس بگیرن همونها رو پرونده آغاز کنن نسبتشون. اول نسبت همونها باید پرونده آغاز کرده شود که برن جزا دهن. بعد مردم رو با عقل انسان درست نمیگیرد. و همون خانه هایی که میپوشه گفتی و پیشتر یک نفر در آمدگی بودن گفتن که تاجیکستان به پیش. کدام تاجیکستان به پیش؟ تاجیکستان به قفا رفته ایستاده است. به پیش رو من یگان مشاهده نکردگیم. 4 تا گلزار کردگی در دوشنبه، 4 تا خانه هایی که بسیار آشنا پشت ایستاده، همون آدمایی که به اولاد نزدیک است پشت ایستاده. من باوری کامل است دارم در این. با این گفته نمیتونیم ما تاجیکستان به پیش، یعنی که پرابلم های تاجیکستان حل شده ایستاده است. بله. یعنی نابود کردن رژیم. حالا ببینید از همین ساعت هایی که برق داده می شود تقریبا 50% برق به مردم داده نمی شود. همون یعنی 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته می شود، 4.5 میلیارد کیلووات ساعت برق گم می شود
و یک 4-5 میلیارد کیلووات ساعت همگی به مردم برق میدهند. تقریبا 10 میلیارد کیلووات ساعت برق گم میشد. از روی این ساعت هایی که 3 ساعت پگاهی روزی 3 ساعت بگاهی روزی برق میدهیم فرض کردیم، این میشود تقریبا از یعنی 6 ساعت از 4 یک حصه شبانه روزی. بله درست. یعنی شما 75% برق را دزدیده ایستادید. دزدیده ایستادن و فروخته ایستادن. 75% با انصافتون خواه خورد اقلا 10% بدزدید، 15% بدزدید، روید 20% نخود 75% برق رو بگیرید، همگی 25% به مردم برق بدهید. یعنی وقتی که اقتداری استحصال برق که تاجیک به تمام شبانه روز میرسد، یک شبانه روز 24 ساعت باشد، شما وقت 6 ساعت بدهید، یعنی همگی 25% برق رو میدهید. درست. یعنی همگی 25% برق رو میدهید، 75% رو میدوزید. حالا ما درباره همون رسمی فروختگیتون گپ نزده ایستادیم. همون 2 میلیارد کیلووات ساعتی که شما میفروشید به کشورهای همسایه، در این باره گپ نزده ایستادیم. همین 20 میلیارد کیلووات ساعت شما 75%ش دزدیده ایستادید. یک قسمش میگوید در راه تلف شد و قسمای دیگرش رسم میکنید، پنهان میکنید و به مردم گزارش نمیدین، میفروشین. و همینجا من از شما اگر راضی باشید یک سوال بدهم. بفرمایید. اگر جواب دادتونم جواب میدم. اساسا من دوستان عزیز پیشکی بگویم که همصحبت ما حقوق شناسی درجه بین المللی و سابق وکیل دفاع، وکیل دفاعی بسیار پرونده های پرسر و صدا، از جمله در سابق اپی معظم قدیر و وکیل دفاعی بزرگمیر یارف بودند که حالا در زندان هستند، یکی از وکیلان دفاعی مشهور تاجیکستان، و حالا در یکی از کشورهای اروپایی به سبب همین متاسفانه فعالیت کسبیشون، تخصصشون حالا پناهنده هستند. من مخصوصی همین کسب خودتون پرسیدنی هستم که چرا مثلا گریم حالا شما ببینید اساساً مردم در اروپا پایبند قانون هستند و هم مردم خودش پایبند قانون است و هم دولت رو مجبور میکند که پایبند قانون باشد. 100%. و چرا همین چیز، یعنی یک وضعی گفته روزها در تاجیکستان وجود ندارد؟ نه از جانب مردم طلب کرده می شود، نه از جانب حکومت رعایت کرده می شود. چرا همین طور یک بی‌قانونی، یعنی چی گویم، همین محلی کرده گویم، کوچکی کرده گویم، یک پاده بی سر شده است. به قانونی، به عدالتی قانون هست، واقعا قانون هست و قانون رعایت کرده نمی شود. قانون رو باید اول از بالا رعایت میکردن، از خودی، از سروری دولت باید رعایت کند. بعدا در پایان همین زبانه‌ها یگان کش رعایت نمیکنند. در حقیقت راست گفته. چرا رعایت کرده نمی شود؟ باز برمیگردیم به سر رژیم. خود دولت، حکومت فرسوده شده است، مفلس شده است. در اون دولتی که قانون رعایت کرده نمی شود، یعنی که اون دولت وجود ندارد. دولتی ما فقط نامش ماندگی است. بله. تمام، ما نام داریم، دیگر هیچی. درجه فساد درجه اول می استد. دزدی درجه اول می استد. زینه‌های اولینی رو آوردن به همین قانونمندی یک کشوری حقوق بنیاد، چی از زینه‌های اولینش که به همون ما از همون زینه‌های اولین رو بیاریم، از همونجا برآمده رویم. باید فساد رو نابود کنیم. زینه اولینش فکری من چنین است. فساد از بین برده شود، بعدا می شود دیگر زینه‌هاش را رعایت کنیم. جامعه که در فساد هست، در اونجا قانون رعایت کرده نمی شود. دزدی هست، فساد هست، باید از بین برده شود. این رو ببینید که در دوره جنگ حتی
در حقیقت من در خاطر هستم در دوره جنگ برق بود. بله. در ما در مسئله برق یگان تنقیص ممکن در مسئله خوراکواری در مسئله دیگر مسئله ها تنقیصی بود، لیکن در مسئله برق ما تنقیصی نمیکشیدیم. من خود در خاطر ندارم که یک روز به برق ماندگی باشیم. از همون وقتی که خیلی 3 سالش میپرتیم 33 سال شده. بله 30 سال اخیر به فکرم برق فقط پرابلم برق داریم در تاجیکستان. تا این حال اومده ایستاده است عصر 21. این خیلی عجیب، این نگران کننده است. عجیب گفته نمیشود، این خیلی نگران کننده است، این دهشت است. باید هر یک مردم، هر یک انسانی که کمتر دلش به ملتش میسوزد به مردمش میسوزد با اون خطر زند در این مسئله. نباید ما خاموش استیم، نباید ما آروم استیم و نگوییم که ما در اروپا هستیم در دیگه جا هستیم با ما این چی دخالت دارد. تاجیکستان ما نیستیم، زندگی نداریم. اینها گفته نمیتونیم این کارو کردن نمیتونیم. حد اقل صدا بلند کنیم. این همین شرکت حد اقل همون قرض شهروندی خود. حد اقل بله. قرض شهروندی خود رو در پیش وجدان خود باید اجرا کنیم. تمام یگانه مسئله روی حل همین که تو میگیریم نابود کردن رژیم، برطرف کردن رژیم است. پس اون میشود دیگر مسئله رو حل کرده. تا اون وقتی که رژیم هست در قدرت هست هیچ کار کرده نمیتونیم. متاسفانه چنین است. زنده باشید. زنده باشید شرکت جان. زنده باشید. تشکر زیاد، خیلی خوش بودم. برای کار شما منم در پناه خداوند باشید. نقش وقتتون گرفتم. زنده باشید. سرم با آسمان رسید. زنده باشید. تشکر زیاد. همین خیلی در برنامه‌های دیگر هم امیدوارم اشتراک میکنید ان شاء الله. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. شاوکات سلام. و علیکم السلام. گوش میکنم شما را. برادر تولدتون چند؟ 78. 78. من 77. شما از رایون 8. همین خیر؟ بله. شما بعضی پلاشاتکو در اومده وای پاتفتگید تروریستی سایتوتنا پاستگید بچه ها پشت شما غام دیدگی. همه یکی از بچه هایی که غام دیدگی دودلی من. شما دودلی من شما شرط نه. شما بسیار ناز میدین. من اشایدون شما اوزی برامات کارس کتون جنوب گاب زاسو کتون دیگه کارس کتون دستی شما ها مثال شما جا آدمای بقوات دستاتون چی میبیود؟ یک سوالی من دودلی من بسیار عذاب کشید. پشت توی اهمیت انده پشتی که توی سایتی وایبه چیزای نودالکوری پاتفتی دویم گوش کن براد اما خوردی گوش کن. دویمیش تو نه همیقه کورکاری همیقه داویدی همیقه گریختی رایونا پاتفته برافتی همی تو همی محمد اقبال بین 500 یا 356 برامدیش بین من همجا برامد کردگم شرط نه اوزی من روما توی نشون دادم خویتون لو باید بین نیکی یکتا توی یکتا گاب پشتی توی بچه استرادات کارسوز توی یکونسون دودی نمیتیم توی جنوب سوید میفروشد و جنوب دیگه کور میگه توی فرقش چی بچه‌ای پشت شما استرادات کردگی بچه‌ای که مو همین پال نتورما پشت شما ها بچه استرادات کردگی شما ها هیچ کار کردگی نیتون حیاتاتون با هیچ کار نمیگه مرغ با این همت او یوروپان دی بیان همتی میکنیم برادر بیان همی خیلی میکنیم. من حاضر ویدیو ویزیفته همی خودم رسمی نشون میتیم لوبوی اپوزیسیات به نشون تیم لوبوی پراتیونیک دولت تاجیکستانی من به نشون تیم من با همت گام میزنم. من کاردیناتم میپاتم شما کاردیناتاتون پاتتون من میرم قطعاتون گام میزنم. لیکن یا گاب شما ها وطن دو پولیسی ها فروختتون لیکن چی و فروختتون من خبرم نه. یا
دومیشم این که شماها یگون خیلی مبارز نیتون، مبارز هم نمیبرایتون، التماس این گاپاتون واقعی یگون سانتیمتر هم یگون بار یگون تاز حیاتات به پیش برفتگی نه، یگون تا پوزیسیه بیان هم تو میکنیم تو ازش باشی، منم ازشتم، من توی میدونم تو کی چی میدونم، نه که تو یک تا سوالی من به جواب دی که شماها 30% وقتنده اپوزیسیا و دولت اپوزیسیا 30% که روزی شد قریب آمد کنی یک دیگر به گویدی نه که یک تا گاب یگون گوش کن گپت دوامتی بی تاخیر من گوش کرده شدم گپت نبرده شدم باز حضور میکروفونت فعال میکنم یک بار دیگه با تاخیر گپ زدی وحش گپ سوالات بام جواب نیست دیگه گپ هم نمیزنی فهمو گپ زن برادر به تاخیر گوش کن دومی گاپمو گوش کن شماها خودتون گروی تاجیکستان حساب میکنید اون خب من فهمیدم گیجونده حقیقت میکویگی خرشو شماها گیجونده حقیقت بدود داوری 30% تو من به سوالم بزیب جواب ده 30% چیکار کردی همی تو بری وطن بری تاجیکستان یک نمیدوشه من به هم تو که یا کبیری کرد یا البته محمد اقبالات کرد محمد اقبال همین خیلی توی پاس زد که یک تا برآمدنده پشت من سوال تیم سگوش ساعت داده گفت که دوای بوس گفت تو سوالم به جواب نداد خبرت محمد اقبال گفت که جنگ شهروندی عیب خوجندی رو گفت خوجندی اونجا وینوال نبود طور جانزاده وینوال بود اگر توی 78 باشه همه اصول خوردی نکی وطن با هم خدمت کردگی نه شد سونی اوزی انکون اپوزیسی اوزی یک گپ قبلی که برای خدمت نرود بچه ایسو من گوش کن من یک تا پسرم باشد من زده خدمت بمیبرم چون که قدری پدری مادر دونه اگر گوش کن تو توشتو وای پلاشاتکی دودرم به چیز پاتوفتی توشتو پلاشاتکی دودرم به تو چیز پارتوفتی همه تروریستی چیز بود دودری من نکازات کردن لیکن تو اناوزی شیمی کاستوم ریشوتا موندگی بعضی برامات کاست که چون پشتی شما ها بچه توپ توری بچه که ناو کامپیوتر خونده میبرد پلاشاتکی شده میموند اشتیمان گفته میموند شما اقرار نکنم شما هم تو میدارید یک تا ورسیون پاستا هم بچه پاستا میکردم تو خبرت های همین چیز نیست من تو دکازات کردم میتونم گیجون دکای پارستگی پروسته من تو واتساپ محوز نومرش گرام کی کردم میگم ماد گوش کن ساخرانیت کن من به تلفن کن ساخرانیت کن برا ساخرانیت کن من میگم صبر کن پیلو صاف من واتساپ پیلو صاف 902 من واتساپ واتساپ تو من دیسوگیم نه گوش کن تو واتساپ من واتساپ اکرام من نگاه کن تو من گوش کن نگاه کن بس گپ زدگی بس هیچ کس یگان پدرت هم اکای زودت هم امکت هم یا همین دادرکت هم به تو حق نمیده که تیپی سرش به رفته انمی خیل گپ زدی گوش کند گپت نو برید با تو به خودت حق دی که حقارت هم کنی و توی گوش کند این خیلی آدم نمیوبی فهمیدی و من کوشش کردم که یگان موضوع دوریو گپ میزنی و در همین موضوع در اطراف همین موضوع موقتید گپ میزنی تو از الهام در اومدی از برابینوس برامده برافته شدی کدومی گپوی تو به من بیشینم و جواب تیم یکی پلاشاتکی دودرد یکی خدمت پسرد یکی حسبی حول من یکی برق و سویت هر یک جمله مختلفی جمله پیشینت است با تو خودت به سواد میگیری
بیای اینجا ورود میشی گپ میزنی. نگاه کن چند چیزی خوبم گفتی، همه گپات خوب نبود و یکی از سوالهای دودگیت به من جواب دیم. شما بود 30% اینجا در یک همین 7 دقیقه می 8 دقیقه نه گپات تقریبا یک 10-15 مسئله یک شدی. همین 20 سوات آدم از همینجا معلوم میشد. دایدو بودن آدم، دایدو گپ، ستانسیش نبودگی آدم از همینجا تعیین میشد که در گپش ستانسه ندارد. از اینجا به وجه خس میکند، از اونجا به اونجا خس میکند، خودش سر کلابش گم میکند و دیگه به همون موضوع شدگیش گشته دیگه آمده نمیتوند. همین قدر هنر داری برادر. تو بیای به من نصیحت میکنی برکه یو یک جای نصیحت میکردگی تا یوبده. مثلا اگر پلشاتکی دودرد و یا برادرد من یگون موضوع موندگی باشم و اساسا اینه چی میگوید نومشه نمیدونم یادم نیست، یعنی دودرت صحیفهش تک کردگی باشم و بر صحیفه و مقاله های من یا گفته های من رفتگی باشد و به همین خاطر اگر او زندان شدگی باشد تو گریبانی من نگیر، گریبانی حکومت گیر. آخر وای با مقاله ننوشته است، وای مقاله به فیسبوک نمانده است، دودری تو دیگر مقاله نویس دیگرو مقاله پهن کردگی دیگرو، آخر وای چی به زندان میشده است؟ همین چیزی که من گفته ایسودی برای چی همین تو حکومت به همین سوال نمیدی؟ امام علی رحمان میبرد میگوید که به انمی خاطر لایک و انمی پدلیت سها هزاران نفر بیگناه زندان شدگی هستند. خودش اقرار میکند رئیس جمهور که هزاران نفر مثل دودر شما بیگناه برده زندان کردگی هستند. پس رفت گریبان رئیس جمهور بگیر، گریبان همین پرکرورهای بیسواده بگیر که بی جرم بیگناه برادری توی به خاطر یک پدلیت سه برده زندان کرده اند. من کردم قرض شهروندی ادا کردم، قرض شهروندی ادا کردم من، یعنی یک گپی حق پهن کردم، حقیقت پهن کردم. همین روز گپ زدم من درباره برق برادر عزیز، بو من نشون دادم که دلیل ها ما از کجا گرفتم، دلیل های من از کجا بودم. برای همین برادر عزیز گرامی، هموطنی عزیز، همدیوری عزیز، خواهش میکنم اگر از من نارضایت دارید، دیدید من گپتون رو حتی نبریدم، حقارت کردید، داشتم گفتم که بی تغییر حقارت گپ زدید، گپتون رو گوش بکنم. باز هم با وجودی اون که دایدو گپی داشتید، یک تا از این سر یک تا از این اون سر گپ میزدید، این جملتون با وای جملتون زید، وای جملتون با وای جملتون زید، اینش به اینش راست نمیگوید. همین صبر کرده گوش کردم. برای همین برادر عزیز همگی 2 دقیقه مونده است که من باید برنامه را تمام کنم، چون یک کار دیگر دارم. از اول برنامه اعلان کرده بودم. ان شاء الله امیدوارم این رقمی واتساپ من است. من این رقم رو لیکن با خودم دائمی گرفته نمیگردم، فقط با همین نفرانی کاربران یعنی با تماشابینان اساسا استفاده میکنم. شما نوشته مانید من فلانی گویید، گفته نوشته مانید، ان شاء الله من یک فرصتم رو یافته با شما صحبت میکنم برادر عزیز. باز گفتمونم که امروز نمیتونم چون که امروز خیلی بند هستم. سلامت و سربلند و پیروز باشید دوستان عزیز. یکی شما رو به الله پاک بسپارم. امیدواریم که همه ما زبان همدیگر رو میفهمیدگی میشیم و یکدیگر رو درک میکردگی میشیم. گناهگار کی است؟ خانه مردم رو کی سوزونده ایستاده است؟ کی مردم رو بی‌برق کرده ایستاده است؟ کی مردم رو فرزندانش رو زنده یتیم و زنده جدا کرده ایستاده است؟ پشت پنجره زندان کرده ایستاده است؟ میشناسیم به سبب تو آخر
برادر به سبب من برده برادرت رو زندان کنه، تو باید بیای در پهلوی من بیستی که قدرت گیریم ظالمان رو برای از بین بردن با هم دست هم بگیریم. تو بیای من رو ملامت میکنی؟ تو باید بیایی در پهلوی من باشی، مرا دستگیری کنی. ان همین فکری خطای فکری نادرسته پیشه که میدونن که اینها دادر تو رو برده محکم کرده شدن تا اینکه اهل اولادش بر ضد مخالفین برایت و ما رو بر ضد هم شورانیده. اونها پول برق ما رو خورده ایستادن، برق ما رو فروخته ایستادن، نان و نمک ما رو فروخته ایستادن، ما رو گدا کرده ایستادن، ما رو مهاجر کرده ایستادن، بر ضد هم دیگه رو شورانده. برادر یک در تروز مون حالا تو درباره سیفوزه گفت دادی، سیفوزه چی میدونی؟ یک این تاریخ خون، یک حالت احزاب سیاسی همون دوره آموز که دستشون چی می اومد و چی نمی اومد. از گپ زنید معلوم هیچ چی معلومات نداری. سلامت و سربلند و پیروز باشید. الله نگهبانتان دوستان عزیز. خب برنامه‌های دیگر یک و یک شما رو به الله می‌سپارم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. در پناه خدا باشید.